بازتاب میکنه. اینجاست که حتی کسانی که با آقای خامنه ای اختلاف داشتند، حتی کسانی که آقای خامنه ای رو اصلا قبول نداشتند، حتی او را ممکن بود دشمن میپنداشتند و حتی آرزوی مرگ براش میکردند، در این اتفاق عملکرد ماهیت کشته شدن به شکل شهادت همگی در این عملکرد این گونه مرگ به تداوم و استمراری در بازهویتی خودشون برگشتند. اینکه ایرانیت در ضرورت بقای خودش بتونه یک ایرانی را در هر جای این کره خاکی به خودش بازشناسایی کنه. اینجاست که این اتفاق یک اتفاق حیاتی در تداوم ایرانیت، یک امر ضرورت و اجتناب ناپذیری است که باید بقای ایرانیت رو در اون اتفاق شهادت بتونه تحکیم بکنه. ضرورتی است اجتناب ناپذیر. و ایران در بقای خودش، در حفظ خودش، در حفظ موجودیتی و فیزیکی خودش و در نهایت در اون کلیت هویتی و باوری خودش نه تنها به تک تک هر ایرانی برمیگرده که بتونه در حفظ و حراست این جغرافیای تمدنی خودش رو حفظ و حراست در اون هویت بکنه، بلکه هر ایرانی در این شهادت، در این گونه شهادت ها، در این گونه کشته شدن ها، در این گونه مرگ ها هیچ راهی نداره جز اینکه به اینها متوسل بشه و در نهایت از مرگ نهراسه. این که ترس مرگ باید از هم پاشیده بشه، چرا که هویت، ایرانیت و اون خدای ایرانیت در حفظ و تداوم خودش نمیتونه اجازه بده که ترسی به نام مرگ بخواد اون رو نابود بکنه، اون تاریخ چندین هزار ساله باوری و اعتقادی رو نابود بکنه، بلکه ایرانیت در تاریخ بقای خودش از تک تک این مرگ ها